اگر با مدرک تحصیلیتون به فکر بازگشت به ایران هستین، به این ولاگ خوش اومدین. اگر شما هم مثل من دانشجو خارج از کشور بودین و الان اومدین ایران، این ویدیو برای شماست. خب کسایی که دانشجو خارج از کشور بودن و الان میخوان برگردن ایران باید چیکار کنن؟ مدارکشون رو چجوری میخوان تایید کنن؟ من با مدرک پزشکی برگشتم ایران و پروسه کاملا اینجوری بوده که شما جایی که هستین باید توی سفارتش حتما، اگر مثلا ترکیه هستین تو سفارت استانبول، آنکارا، ترابزون، باید یه دونه مدارک و یه دونه پرونده تقریبا تشکیل داده باشین که پس از اینکه مدارکتون اومد برگردین با اصل مدارک دانشگاهیتون ایران و اینا رو توی سامانه سجاد آپلود کنین. بعد از اینکه توی سامانه سجاد آپلود کردین یه کدی به شما داده میشه که شما با اون کد میتونین ببرین این مدارک رو ترجمه کنین. بعد از ترجمه کردنش شما میرین وزارت علوم و وزارت بهداشت. حالا رشته های مهندسی فقط وزارت علوم، رشته های پزشکی علوم و بهداشت. وزارت علوم اصولا کارا رو خیلی سریع پیش میبره و تایید میکنه. وزارت بهداشت شما توی دوتا از سایت های وزارت علوم و وزارت بهداشت هر دو باید مدارکتون رو مجدد آپلود کنین. وزارت بهداشت که تاییدیه رو داد، اونجا کسایی به مشکل میخورن که دانشگاهشون غیر تاییده. یعنی اگر دانشگاه شما غیر تایید باشه، وزارت علوم به هیچ عنوان پرونده شما رو بازبینی نمیکنه و میگه که من اصلا تایید نمیکنم و این مدارک صحت این که توی این کشور کار بکنه رو نداره. این که کلا رد میکنه. بعد به من خیلی اون تایم گفتن که وای نه، اونایی که غیر تاییدن هم اوکی، امتحان میدن و اینا، ولی خب من دوستام نتونستن این کارو بکنم و همچنان مدارکشون مونده. اگر شما مدارکتون تایید بود و وزارت علوم تاییدیه رو داد، وزارت بهداشت بعد از اینکه مدارک آپلود میکنین میریم ببینین که خب چقدر طول میکشه دیگه. حالا این پروسه 2 ماه هست، 3 ماه هست، 4 ماه هست، ولی من توی این مورد دستی، یعنی تایمی که من داشتم مدارکم رو آپلود میکردم سامانه بسته بود، به مشکلی خورده بودن و بعدش چند تا تعطیلی پشت سر هم بود و من دستی مدارکم رو بردم. بعد از اینکه تاییدیه رو دادن، شما توی آزمون ارزشیابی شرکت میکنید. بعد از اینکه توی آزمون ارزشیابی شرکت کردین، نسبت به نمره‌ای که میارین، حد مجازی که میارین، یا تکرار تحصیل میدن برای شما. تکرار تحصیلم از اول نمیدن، اصولا از سال 3، 4، 5، 6 اینا میدن. یا موضوع دوم اینه که کلا مجوز برای شما صادر نمیشه برای ادامه تحصیل یا ادامه کارتون. خوشبینانه ترین حالتش هم اینه که شما رو از سال مثلا 1 سال به بالاتر قبولتون کنن و بگن طرح اجباری داریم. حالا شما شامل کدومشون بشین نسبت به نمره خودتون و اون شانس اون سالتون هستش. این کل پروسه است. ولی تمام اینا بستگی داره شما توی کدوم کشور تحصیل کنید. اگر شما توی کشورهایی تحصیل کنین که پزشکیش 5 ساله باشه، این خیلی بیشتر به مشکل میخوره. ترکیه پزشکیش انگلیسیش 7 ساله، نرمالش 6 ساله که چون اینترنیش واحداش تقریبا با ایران یکیه، زیاد به مشکل نمیخوری. ولی ما بازم توی پروسه داخلی، رشته داخلی و جراحی عمومی توی ایران، من توی تطبیقش به مشکل خوردم و چند تا دوره مجبور شدم بگذرونم. و در نهایت شما مدارکتون رو میبرین تو علوم پزشکی که اقدام کرده بودین، مدارک رو تحویل میدین و شما رو به نظام پزشکی معرفی میکنه و شما کارت نظام پزشکیتون رو میگیرین. اگر بخوام در مورد پروسه کلیش توضیح بدم، اینه که بسیار بسیار پروسه طولانیه. هزینه های جانبی خیلی زیادی تیکه که در میاد که اصلا توی پروسه قانونیش هم نیستش، حداقل برای من که اونجوری بوده. و موضوع بعدی این که خیلی تحمل و صبر میخواد. یعنی این کار واقعا شدنیه، ولی یه خورده تحمل و صبرتون رو باید بالا ببرید. این هم از ولاگ تاییدیه مدارک تحصیلی. توی ولاگ بعدی زودی میبینمتون.